با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه 3. دوستداران فوتبال، خیلی خوشحالم با برنامه فوتبال برتر در خدمت شما هستم. همونطوری که می‌دونید مسابقات فوتبال غرب آسیا امروز برای تیم ما خیلی حائز اهمیت هست و ما در گروهی که هنوز به پیروزی دست پیدا نکردیم چشم امیدمون به بازی عربستان و بحرین هست تا در صورت یک نتیجه مساوی بین این دو تیم با یک پیروزی تقریبا پرگل امیدوار باشیم که به عنوان تیم اول به مرحله بعد رقابت‌ها پا بگذاریم. خب تیمی که به این دور از رقابت‌ها اعزام شده یک تیم تقریبا جوان هست و میتونیم امیدوار باشیم که انشالله در آینده نه چندان دور این بازیکن‌های جوان بتونن در بازی‌های مهمتر شایستگی خودشون رو نشون بدن. خب بعد از مدت‌ها بود که همین تیمی رو ما تشکیل دادیم و در این دور از رقابت‌ها حضور پیدا کردن. در گروه خیلی راحتی هم نبودیم ولی خب انتظار بازی‌های بهتری داشتیم. تیمی که هنوز موفق به گلزنی نشده، چیزی که ضعف اساسی فوتبال ما هست و در بین تمام بازیکن‌های حاضر در این رقابت‌ها در فهرستی که اعلام شده از سوی آقای کارلوس کیروش فقط 10 گل زده شده و این آمار اصلا رضایت بخش نیست. در تیم اصلیمون هم همین مشکل رو ما داریم و شاید مشکل اصلیمون اصلا بر بگرده به باشگاه‌های ما که ما مشکل گلزنی داریم و نمیتونیم در خط حمله کارای لازم رو داشته باشیم. حالا امیدوار هستیم که بازم این اگر و اماها که به سراغ فوتبال ما اومده و دست بردار هم نیست یه جوری امروز به سود ما رقم بخوره و ما بتونیم در بازی با یمن انشالله پیروز بشیم و بعد یک نیم نگاهی هم به بازی دیگر داشته باشیم که به طور همزمان برگزار میشه. چون میدونید تیم دوم در گروه اول تیم کویت میزبان بازی هاست که 6 امتیازی شده. یعنی اگر ما حتی بازی رو ببریم اما در بازی عربستان و بحرین هر تیمی که پیروز بشه خیلی دیگه فایده نداره برای ما و تیم دوم گروه تیم کویت هستش که به عنوان بهترین تیم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده. در گروه اول تیم عمان 6 امتیازی است، کویت هم 6 امتیاز و صعودشون مسجل هست و در گروه سوم هم خب عراق هستش که اول شده. تیم دوم صعود نخواهد کرد چون شرط امتیازیش خوب نیست. با یک فاصله کوتاهی که همکارانم با شما همراه خواهند بود در پخش شبکه 3 با گزارش مستقیم دیدار تیم‌های ایران و یمن در خدمت شما خواهم بود. ایرانسل حامی ورزش کشور شما را به تماشای این مسابقه دعوت می کند. شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم که در این مسابقه تیم ملی فوتبال جوان شده کشورمون مقابل یمن یک نتیجه خوب بگیره و در اون سوی میدان هم در دیگر دیداری که همزمان در حال برگزاری است بازی عربستان و بحرین نتیجهش به سود ما باشه. نتیجه مساوی هستش که میتونه ما رو امیدوار بکنه تا در صورت یک پیروزی با اختلاف بیش از 2 گل انشالله به عنوان تیم اول به مرحله بعد راه پیدا بکنیم. بازی که در ورزشگاه السلام برگزار میشه در شهر کویت به قضاوت آقای علی صباغ از کشور لبنان. یک پاس بلند در این سمت زمین، دهنوی حرکت رو انجام میده اما سانتش اصلا خوب نیست و توپ مستقیم به بیرون میره. چهره قاسم دهنوی رو میبینید که از بازیکن‌های با تجربه‌ای که البته سابقه چندانی نداره برای حضور در بازی‌های رسمی در ترکیب تیم ملی کشورمون. تیم یمن با لباس‌های سفید رنگ، تیمی که هنوز موفق نشده در این گروه امتیازی رو کسب بکنه، در 2 بازی گذشته مقابل بحرین و عربستان شکست خورده. در میانه زمین شروع مجدد با بازیکن‌های بحرینی هست. چهره بازیکن تاثیرگذار در خط میانی امید ابراهیمی رو ملاحظه می‌کنید، بازیکنی که حالا بعد از مدت‌ها فرصت این رو پیدا کرد در خط میانی شایستگی‌هاش رو برای حضور در تیم ملی فوتبال کشورمون نشون بده. ظاهر محمد پشت توپ قرار گرفته، یکی از بازیکن‌های با تجربه‌ای که 44 بازی ملی رو برای تیم یمن انجام داده. یه موقعیت رو خلق می‌کنن بازیکن‌های یمن در شرایطی که این مهاجم اکرم السلوی میرفت موقعیت رو جدی‌تر خلق بکنه که این اجازه رو به اون ندادند. محمد رضا خانزاده بازیکنی که در آخرین لحظات بعد از انصراف ماهینی هم تیمیش در پرسپولیس جایگزین او شد و در سمت راست خط دفاعی ما داره بازی میکنه با شماره 19. بازیکنی که تنها 20 سال سن داره. نکته امیدوار کننده ای میتونه باشه حضور بازیکنای
19-20 ساله در این رقابت‌ها. دهنوی حرکت رو به جلو، آفساید اعلام میشه و این موقعیت گرفته میشه از تیم فوتبال کشورمون. چهره شماره 13 رو ملاحظه میکنید، محمد وحید اسماعیل بیگی که تو این صحنه مشخص میشه در آفساید قرار داشت. بازیکنی جوان که در تیم مس کرمان بازی میکنه. مسی که در رقابت‌های جام حذفی دیروز شکست عجیبی رو متحمل شد مقابل یک تیم لیگ یکی. ببینید از این فرصت چطور استفاده میکنن در محوطه جریمه. حالا یمنی‌ها ارسال روی تیر یک و بلافاصله بازی آغاز میشه با یک پرتاب بلند. حالا این بازیکن شماره 10 که چندان بازی ملی هم در کارنامه‌اش دیده نمیشه داره خطرساز میشه در محوطه جریمه. یه پاس بلند پشت مدافعین، توپ از همه میگذره و به هر شکلی که هست مدافعین یمنی توپو به میانه زمین میفرستن. اعلام آفساید میشه. شروع مجدد با سرخپوشای کشورمون هست. مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها 3 روز بعد برگزار خواهد شد و امیدوار هستیم 3 روز بعد ما هم در مرحله نیمه نهایی حضور داشته باشیم. این که واقعا در این رقابت‌ها در شرایطی که تیم‌های نچندان مطرحی حضور دارن ما نتونیم به جمع 4 تیم برتر راه پیدا بکنیم، اصلا زیبنده فوتبال ما نیست. چهره نمازی رو می‌بینید که در غیاب آقای کارلوس کیروش حالا یه جوری سومین تجربه سرمربیگری خودش رو هم داره انجام میده، اتفاقی که از هرگز فکر نمی‌کرد در کارنامه ورزشیش رخ بده. دهنوی بازیکن خراسانی حال حاضر تراکتور سازی که سابقه حضور در تیم مس کرمان در کارنامه او دیده میشه. داور صحبت میکنه با بازیکن هر دو تیم. مدافعین یمنی اونجا مزاحمت ایجاد میکنند. 5 بازیکن در محوطه جریمه یمن حضور دارن. کوتاه در محوطه جریمه یه ضربه، یه لحظه برخورد توپ به مدافعین پرتعداد یمن و دوباره کرنر تکرار خواهد شد. محمد رضا خانزاده هم جلو کشیده، قد و قامت بسیار خوبی داره. باز هم یارگیری نفر به نفر. پژمان منتظری هم اونجا حضور داره روی تیر یک و باز هم اعلام کرنر. سومین کرنر پیاپی سرخپوشای کشورمون هست روی دروازه یمن. علی صباغ قضاوت چندان مشکلی رو نخواهد داشت. ببینید این بار دهنوی چطور ارسالش انجام میده. چهره نظری رو هم دیدید. امید نظری یکی از لژیونرهای حاضر در این دور از رقابت‌ها به همراه علیرضا حقیقی از این موقعیت هم نمیتونن استفاده بکنن. ورزشگاه 21500 نفری و سلام در شهر کویت تماشاگر خاصی رو نمیبینه و استقبال چندان خوبی در کل از این رقابت‌ها نشده در کشور کویت. احمد حسن‌زاده یکی از بازیکن مورد علاقه آقای کارلوس کیروش هست که حتی به تیم اصلی ما هم دعوت میشه. دوباره اعلام آفساید که کاملا مشخص بود. ظاهر محمد فرید بازیکن تیم الوحده یمن. یمنی ها تنها یک لژیونر دارن و هم دروازه‌بانشون سالم سعید که در تیم المصنع عمان بازی میکنه. سرخپوشای کشورمون حرکت از میانه زمین با امید ابراهیمی منطقه بازی رو عوض میکنه. به خوبی هم این کار انجام میده. حالا بچه‌ها آهسته آهسته خودشون رو دارن نزدیک میکنن به محوطه جریمه یمن. توپ دوباره به بیرون میره. پرتاب از منطقه چپ. بازی هنوز اون شکل مطلوب خودش رو پیدا نکرده و بچه‌ها امیدوار هستیم که در ادامه کار حداقل از اعتبار فوتبال خودشون استفاده بکنن. از اون سمت یک ارسال، اصلا ارسال خوبی نیست. بعید از اتفاق خاصی رخ بده از سوی بازیکن‌های یمن، اما سریع حرکت میکنه اکرم السلوی بازیکن 26 ساله‌ای که در تیم الحتال بازی میکنه. دوباره پژمان منتظری یکی از مدافعین خوش اخلاق فوتبال کشورمون هست. افسوس که در مقایسه با سایر بازیکن‌ها سن و سال بیشتری داره و خب برای این تیم خیلی نمیتونه مثمر ثمر باشه در آینده البته، اما بازیکنی است که
چه در تیم باشگاهیش در تیم ملیش هر وقت بازی کرده بازی خوبی رو به نمایش گذاشته. کار رو دنبال می‌کنیم از میانه زمین، توپی که در اختیار بازیکن یمن هست. یمنی که در رنکینگ اعلام شده است توی فیفا در ردیف 162 هست. شدیدترین افت خودش رو داشته در این چند سال اخیر. سرمربی بلژیکی و نسبتاً جوانی هم داره تیم یمن، تام سنفیت. که جالب توجه در مورد سرمربی یمنی که در سال 2012 این سومین تجربه مربیگریش هست. برخلاف نمازی که در دوران حضورش به عنوان بازیکن در رده سنی جوانان در مسابقات باشگاهی در تهران حضور داشته. اجازه کار رو نمیدن بازیکن یمن. سرخپوشای کشورمون دوباره در مرکز زمین. دهنوی توپو لو میده، خودش به دنبال جبران هست. دهنوی 1 در برابر 2 و توپی که به بازیکن ایران میرسه. ابراهیمی توپو به سمت چپ میبره، جایی که یعقوب کریمی یه جورایی در پست غیر تخصصیش داره بازی میکنه. به نظر میرسه که مدافع سمت چپ ما هست یعقوب کریمی، بازیکنی که خصوصیت تهاجمی بیشتری داره، به همراه مهرداد پولادی در اون سمت دیده میشن. امیدوار هستیم با حرکت سریع این دو بازیکن بتونیم از اون منطقه موقعیت‌های خوبی رو خلق بکنیم روی دروازه یمن. اینم چهره مهرداد پولادی که بازوبند کاپیتانی رو به بازو بسته. نکته جالب توجه در مورد او اصلا در فهرست بازیکن حاضر در این جام نبود. وقتی که هم تیمیش رافخواهی دچار مصدومیت شد، او به جمع بازیکن اضافه شد. حالا به عنوان کاپیتان هم در این مسابقه در ترکیب تیم کشورمون قرار گرفته. حسین قاضی دروازه‌بان 23 ساله یمن. دهنوی به هر شکلی هست توپو میزنه پای بازیکن یمن و پرتاب به سود کشورمون هست. چند بازیکن با تجربه هستن که در تیم ما هستن. سایر بازیکن‌ها هستن که 20 تا 23 سال سن دارن. یه سال خوب ضربه سر اول مدافعین یمن میزنند. ببینیم موقعیتی خلق خواهد شد یا نه. یک از بازیکنان یمن روی زمین افتاده، داور بازی رو متوقف میکنه و خطا به سود یمنی ها اعلام میشه. 11 محمد العابدی. حسین قاضی بازیکنای ما توپو برمیگردونند. بازی آروم دنبال میشه. پرتاب به سود بازیکنای یمن هست. هنوز موقعیت چندان جدی شکل نگرفته روی هیچ یک از دو دروازه. چهره اسماعیل بیگی رو در تصویر میبینید. امیدوار هستیم بعد از پایان این دوره از رقابت‌ها سوای هر نتیجه‌ای که رقم میخوره این تیم حفظ بشه. بازیکن شایسته‌ای هستن که میتونن به این تیم کمک بکنن برای داشتن یک تیم آینده دار برای فوتبال کشورمون که امیدوار هستیم با توجه به شرایط سختی هم که داره در راهیابی به رقابت‌های جام جهانی بر مشکلات فائق بیاد، چون واقعا نمیتونه زیبنده فوتبال ما باشه در شرایطی که راهیابی به جام جهانی چندان هم سخت نبود. کار رو برای خودمون سخت کردیم مثل همین جام. ابراهیمی توپ از همه میگذره و به حسین قاضی میرسه. بازی رو آروم میکنه. بدون شک نتیجه مساوی افتخاری خواهد بود برای یمنی ها، هرچند که اونا از همون اول مشخص بود بدون هیچ امیدی به این جام اومده بودند. یک نتیجه مساوی و کسب یک امتیاز در 3 بازی، اون هم مقابل تیم ما، قاعدتاً میتونه اونها رو راضی نگه داره. در 2 بازی گذشته مقابل عربستان و بحرین با نتیجه 1-0 مغلوب شدند.
هوشیاری مدافعین اجازه کار رو به مهاجمین یمن نمیده. ابراهیمی اولادی بود که در منطقه صاحب توپ شد، یه مقدار عقب‌تر داره بازی میکنه. پژمان منتظری بازیکن خوزستانی فوتبال ایران. یه پاس این سمت زمین، در آخرین لحظه مدافعین یمن توپ به کرنر میزنن توسط ظاهر محمد. داره خوب بازی میکنه اسماعیل بیگی. در غیاب میلاد فخرالدینی که معمولا او رو در این سمت میبینیم، به بازی گرفته شده. یه ارسال خوب، توپو مشت میکنه اونجا قاضی. یه بار دیگه مدافعین یمن با هوشیاری بیشتر توپو به مرکز زمین میفرستند. دوباره بازسازی از خط دفاعی ایران با یک پاس بلند برای پولادی. توپو یمنی ها در اختیار میگیرن به زیر توپ و حالا توپی که در سمت چپ دوباره به پولادی میرسه. خطا به نظر میرسید از بازیکن یمن. داور کاملا نزدیک به صحنه است و خطا رو اعلام میکنه به روی مهرداد اولادی، بازیکن تیم فوتبال کشورمون که با افت و خیزهای فراوانی روبرو بود. اگر مهرداد اولادی میتونست شرط ایدئالش رو حفظ بکنه، به موفقیت‌های بسیار زیادی میتونست برسه. چهره لحظه تام سنتفیت رو هم ملاحظه فرمودید، با ظاهری خاص. دهنوی دوباره دروازه‌بان یمن توپو دور میکنه. حالا ضد حمله رو میرن طراحی بکنن بازیکن یمن. بچه‌ها باید مراقب باشن، اگر دروازه ما باز بشه واقعا کار خیلی سخت خواهد شد. حالا یک شوت از پشت محوطه جریمه، خودی نشون میدن بازیکن یمن و نمازی است که این سمت صحبت میکنه با بازیکن‌ها که خیلی هم بازی دفاعی رو فراموش نکنن. با هم میبینیم چه اتفاقی افتاد روی شوت اکرم. ارسال‌های بلند رو میبینیم از میانه زمین به دو سمت چپ و راست که تا اینجا کار بد انجام نشده. حالا توپ از سمت چپ به راست میخوان بیارند. این کار به خوبی انجام میشه توسط دهنوی. ببینیم میتونه کرنر بگیره یا نه. پرتاب برای ایران. کوتاه. این بار از کنار دروازه‌بان یمن آغاز کننده بازی خواهد بود. دروازه‌بانی که در تیم باشگاهی العربا بازی میکنه. بازیکن یمن عموما از تیم‌های باشگاهی مثل الوحده، العربا، الشباب، الشولا در تیم ملی یمن حضور دارند. نتیجه 0-0. دوبار مهاجمین ما در موقعیت آفساید قرار گرفتند، اما همچنان نتیجه 0-0 و ما چندان خطرساز ظاهر نشدیم روی دروازه حریف. یه موقعیت، یک شوت و با آسم توپ به بیرون میره. این کارهای ترکیبی میتونه به تیم ما کمک بکنه. مهرداد اولادی هر وقت سر از ملوان در آورد دوباره احیا شد. دهنوی، منتظری، پاسای رو به عقب. فشردگی بازیکن یمن بچهای ما رو مجبور به پاس رو به عقب میکنه. خانزاده به همراه پژمان منتظری به نظر دو مدافع میانی ما رو در این مسابقه تشکیل میدن. خانزاده متمایل به سمت راست و پژمان منتظری متمایل به سمت چپ. توپی که الان به منتظری میرسه. یعقوب کریمی
یه مثلث رو بچه‌ها میتونن تو منطقه تشکیل بدن. حالا این اتفاق رخ میده، کناره زمین از سانتر رو نمیدن و یک پرتاب دیگه برای ما. دخالت به موقع از ناطق حسام. تیم یمن با تیم اصلیش در این دور از رقابت حضور پیدا کرده. یه حرکت سریع از پولادی، یک ارسال بسیار بلند. چندان بازیکن سرزنی نداریم ما در این مسابقه. این سمت دهنوی دست بردار نیست، همچنان سماجت دهنوی. ببینیم بالاخره میتونه توپو بگیره از بازیکن یمن یا نه. این اتفاق رخ نمیده و خطای قاسم دهنوی گرفته میشه. عجله ندارن سفیدپوشای یمن. بهترین صعودشون در رنکینگ فیفا برمیگرده به سال 1993، جایی که به رده 90 رسیدند و فوتبال یمن یکی از فوتبال‌های درجه 3 آسیا به حساب میاد که تا اینجای کار ما به این تیم هم موفق نشدیم گل بزنیم. توپ به بیرون میره، تلاش پولادی بیفایده هست. نوزده از یمن، کامل طارق. مدافعین کشورمون. 3 دروازه‌بان داریم در این دور از رقابت‌ها. علیرضا حقیقی، حامد لک و سوشا مکانی. هنوز ما تصویر کامل دروازه‌بان کشورمون رو در این بازی ندیدیم. ابراهیمی یکی از بازیکنایی که به عنوان پدیده از رقابت لیگ 1 خودش رو معرفی کرد و در حال حاضر هم به عنوان یک بازیکن دونده و پرتلاش در تیم سپاهان حضور داره. یه پاس و باز هم اعلام آفساید. در آفساید گیری یمنی‌ها هوشیارانه عمل کردن. پولادی دست خالی برمیگرده. بازیکنی که تیم‌های زیادی رو کلاً عوض میکنه. استقلال، پیکان، مس و حال حاضر در پرسپولیس بازی میکنه. بیست دقیقه از زمان بازی رو بدون گل پشت سر گذاشته. ایران 0 یمن 0. داور تذکر میده به بازیکن جوان کشورمون اسماعیل بیگی. ظاهر خیلی راحت توپ به نظر میرسه که به حامد لک میرسه. یمنی ها رو ملاحظه میکنید، یارگیری فشرده رو از میانه زمین انجام میدن. دهنوی یه سر توپ، بازی رو بچه از اون شلوغی در میارن. در میانه زمین پژمان منتظری. آیا تیم میتونه خودش رو از این یارگیری فشرده رها بکنه و نزدیک بشه دوباره به سمت دروازه یمن یا خیر؟ خطای بازیکن یمن. قاسم دهنوی میره پشت توپ قرار بگیره. بلافاصله کوتاه بازی رو آغاز میکنن بچه‌ها. پولادی پاسش خوب نیست، در بین راه ارتباط قطع میشه. حالا یمنی ها از 1/3 میانی با یک پاس بلند. پوشش خوب از مدافعین میانی کشورمون. بازیسازی از خط دفاع، باز هم با یک پاس بلند. یه پاس خوب. 2 بازیکن از تیم ما در محوطه جریمه یمن حضور دارن. حالا این 2 به 3 ارتقا پیدا میکنه، اما باز هم بیفایده هست. یک کنترل بین 2 بازیکن.
خطای هند یمنی ها گرفته میشه. زمان زیادی باقی مونده. بچه‌ها باید با دقت بیشتری بازی رو ادامه بدند. احتمال تساوی در بازی عربستان و بحرین زیاد هست و میتونیم امیدوار باشیم به اون مسابقه، اما اینکه تیم‌ها بتونه به بازیکنای این چهره بیش از 2 گل بزنه یه مقدار به نظر سخت میرسه با این روندی که تیم ما پیش گرفته. چهره تام سنتفیت مربیگری رو از سال 97 با تیم لوور آغاز کرده. سابقه مربیگری در تیم‌های حوزه خلیج فارس رو داره. دروازه‌بان یمن بیرون میاد، ریسک نمی‌کنه، توپو به بیرون میزنه. بلافاصله بچه‌ها باید پرتاب رو انجام بدند. در این گونه لحظات که تیم یمن انسجام تیمی خودش رو پیدا نکرده میتونیم خطرساز بشیم، چون واقعاً با این روندی که تیم ما داره بازی میکنه باز شدن دروازه یمن کار راحتی نیست و ما در گل زدن به یمن هم با مشکل روبرو هستیم. این دروازه‌بان هم کاملا متوجه شده که بازی تأخیری رو انجام میده. احمد حسن‌زاده از عملکردش اصلا راضی نیست. بالاخره مهرداد پولادی کاری میکنه که دروازه‌بان یمن رضایت بده و بازی رو آغاز بکنه. دیگه این گونه فوتبال در دنیای حرفه‌ای اصلا منسوخ شده است. اما همچنان میبینیم در مسابقاتی در چنین سطح بعضی از تیم‌ها این کارها رو به عنوان یک دستورالعمل در کار خودشون قرار دادند. توپو به کناره ها میبرن سفیدپوشای یمن و جالبه که حالا از همون منطقه وارد محوطه جریمه میشن. به راحتی یک فرصت برای تیم یمن. بچه‌ها نباید اجازه بدن این ضربات زده بشه. اشتباه در یارگیری و استقرار بد مدافعین ما. چیزی نمونده بود که باعث بشه محمد دروازه رو باز بکنه. خیلی راحت خودش رسون به محوطه جریمه السلوی و توپی که با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت و حالا طوری عکس العمل نشون من حرت قلبه. نشان از رضایت او داره از عملکرد تیمش که تا اینجای کار 2 بار بازیکن یمن موفق شدن روی شوت‌های از راه دور دروازه ما رو تهدید بکنند. حسین مشاهده میکنه تو به بیرون بره. اسماعیل بیگی برمیگرده. از همین لحظه داره آغاز میکنه و حالا جالبه تیمی که اصلا امید نداره برای صعود از این گروه نتیجه مساوی همونها رو راضی میکنه و خدمتتون عرض کردم شاید امیدوار هستن با کسب یک نتیجه مساوی حداقل از رنکینگ 162 خودشون رو بالاتر بیارند. این هم موقعیت به دست اومده برای بازیکن‌های یمن. حامد لک روی این ضربه عکس العمل نشون داد و تو با اختلاف از بالای دروازه او به بیرون رفت. مسابقات فوتبال غرب آسیا یه جورایی واقعا باید بگیم برنامه مدون و مشخصی نداره. بعید میدونم در طول سال تیم‌های حاضر در بازی‌های فوتبال غرب آسیا حداقل در طول سال یک نشست داشته باشن تا این مسابقات با کیفیتی بهتر انجام بشه. در تعطیلات نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر هرچند که حالا بعضی از تیم‌ها درگیر رقابت جام حذفی هستند، این بازی‌ها فرصت و مجال خوبی است برای بازیکنانی مثل اسماعیل بیگی، پیام صادقیان، محسن مسلمان، امید نظری، میلاد فخرالدینی، یعقوب کریمی و خیلی از بازیکنایی که حتی در این بازی هم حضور ندارن اما شایستگی حضور در تیم ملی رو دارن تا کسب تجربه بکنند. یکی از عوامل ناکامی
شاید در این چند سال اخیر در فوتبال کشورمون کم توجهی و کم فرصت دادن به این بازیکن‌های جوان هست. یکی از بازیکن‌های یمن دوباره روی زمین افتاده. بچه‌ها باید بازی بهتری رو به نمایش بگذارند. ابراهیمی به نظر بازیکن یمن هنوز رضایت نداده بلند شه و اصلا سلایی هم اجازه نمیده قاسم دهنوی بازی جوان مردانه رو رعایت بکنه، چون قاسم دهنوی داشت توپو به بیرون میزد تا به وضعیت بازیکن مصدوم یمن رسیدگی بشه. این لحظه برخورد هست. امید نظری بازیکن 21 ساله که در تیم انگل هولمز سوئد بازی میکنه. یه برادر دیگه هم داره که او هم فوتبالیست هست، حالا سر از تیم ملی فوتبال کشورمون در آورد و امیدوار هستم که این شایستگی رو داشته باشه، توانمندیش رو نشون بده. امید نظری بازی خیلی کند، کسل کننده و بدون اتفاق خاصی داره ادامه پیدا میکنه. چهره اسام ثابت رو دیدید، بازیکن 28 ساله یمن رو. ابراهیمی پاس باز هم پشت مدافعین برای چندمین بار از این پاسهای پشت دفاع فرستاده میشه، اما حرکتی رو از مهاجمین چندان جدی نمیبینیم. منتظری خطای مهاجمین یمنی گرفته میشه به روی پژمان منتظری. توپ در اختیار بازیکن یمن هست. پولادی بازیکنی که 14 بازی ملیش رو داره تجربه میکنه. اسماعیل بیگی از یک حیث این دو تیم یه شباهتایی با هم دارن، این که در کل بازیکن‌های حاضر در ترکیب کلی دو تیم کلاً 10 گل رو بازیکن‌ها به ثمر رسوندند. 30 دقیقه از زمان بازی رو سپری کردیم بدون گل. پرتاب با سرخپوشای کشورمون هست. اولادی ابراهیمی نظری منتظری کریمی حالا به سمت راست اومده. دهنوی آفساید. قاسم دهنوی اعتقادی به آفساید نداره و اصلا کاری به آخرین مدافع یمن نداره. این بازیکن برای چندمین بار هست که در آفساید قرار گرفتند. قاضی خانزاده ناهماهنگی باعث میشه که توپ به سود یمن به بیرون بره. یک در برابر دو خطای دهنوی گرفته میشه. لزومی نداشت اون منطقه اینطور تعادل بازیکن حریف رو به هم بزنه. در تیمایی مثل القرافه جوانان قطر مربیگری کرده سنت فیت.
اکرم پشت توپ. دوباره کاپیتان یمنی ها اعتقاد به هند دارن بازیکن یمن. داور کار رو دنبال میکنه. بچه‌ها میتونن سری بازی رو به زمین یمن بکشونند. ابراهیمی، دهنوی، سرعت دادن به بازی یمن رو به دردسر خواهد انداخت. کاری که تا اینجای کار بچه‌های ما انجام ندادند. الحقری خطا میگیره به راحتی. از بهترین بازیکن‌های یمن بوده این شماره 10. کارت زرد برای اسماعیل بیگی. چندین و چند بار از این منطقه پا به توپ شد، حرکت کرد و اینجا هم خطا میگیره و داور مسابقه، داور لبنانی علی سباق، به او کارت زرد نشون میده. اولادی به همراه خود اسماعیل بیگی خودشون رو در اون منطقه قرار میدن. داور اونها رو به عقب‌تر فرا میخونه. یارگیری نفر به نفر. حالا ضربه به سمت چارچوب، توپ به بیرون میره. کارت زرد اسماعیل بیگی ثبت میشه. پولادی، اجی سانت رو نمیدن سفید پوشای یمن. با قلدری هم توپو میگیرند. پرتاب رو بقا. یک در برابر 3. بازیکن‌های یمن دوباره خطر ساز میشن. از پشت محوطه جریمه برای چندمین بار هست در موقعیت شوت زنی قرار میگیرن بازیکن‌های یمن، چیزی که برای ما هنوز اتفاق نیفتاده. این در شرایطی رقم خورد که تعداد بازیکن‌های یمن نسبت به بازیکن‌های ما در 1/3 خط دفاعی هم کمتر بود. ایران 0، یمن 0. حالا حتی اگر عربستان و بحرین هم بازیشون مساوی بشه، با این نتیجه باز هم ما صعود نخواهیم کرد. باید ببریم فقط و امید داشته باشیم که بازی عربستان و بحرین مساوی تموم بشه. ابراهیمی، پولادی در عرض، نظری، ظاهر، دهنوی، توپ از اولادی هم میگذره. دخالت به موقع از دهنوی. توپ سرگردان هست. بالاخره بازیکن‌های یمن هستن که توپو میگیرن. از سمت راست یه دیری به دو طرفه اونجا زده میشه از سوی بازیکن‌های یمن. که اصلا خوب نیست برای مهرداد پولادی که دیری به دو طرفه بخوره. تعداد خطاها تقریبا برابر بوده، 6 در برابر 5. درسته تقریبا بازی متعادل بوده، اما موقعیت‌های یمنی ها بیشتر از بازیکن‌های ما صورت گرفته روی دروازه ها. دوباره پولادی، واقعا تیمی که در این شرایط بازی ها رو آغاز میکنه و بازی آخرش به اگر و اما کشیده میشه، لحاظ روحی روانی هم تاثیر منفی میگذاره و ملاحظه میکنید این تاثیر منفی با این پاس‌های اشتباه هم همراه هست. اولادی تلاش کرد تا مانع از بازی سازی بازیکن یمن بشه.
بچه‌های ما توپو میگیرند. اسماعیل بیگی، دهنوی، 4 در برابر 3. یمن به گونه‌ای داره بازی میکنه انگار امید صعود داره از این گروه. خیلی پرتلاش تا اینجای کارم تونستن بازی قابل قبولی رو به نمایش بگذارن. کورنر به سود ایران. کریمی، بازی متوقف هست. روی اتفاقی افتاد اونجا که داور باز هم وارد صحنه میشه. نظری کلا بازیکن آرومی هم خودشون نشون داده. یک بار دیگه کریمی، ارسال خوب، توپو ماش میکنه دروازه‌بان. بچه‌ها باید از همون منطقه فشار رو بیارن به بازیکن یمن تا بازیسازی انجام نشه. این موقعیت ها خلق خواهد شد روی تحت فشار قرار دادن بازیکن یمن. کوتاه، حالا ارسال بلند، پشت مدافعین، حضور به موقع دروازه‌بان یمن. توپو میگیره، بلافاصله میخواد با یک شروع خوب ضد حمله رو طراحی بکنه که این اجازه رو نمیدن مدافعین ایران. پرتاب با سرخپوشای ایران. اسماعیل بیگی، منتظری، نظری. دقیقه 40، 5 دقیقه پایانی بازی در نیمه اول. یمن امیدوارانه با این نتیجه مساوی میخواد به رختکن بره که این اتفاق رخ نمیده و دروازه یمن باز میشه روی یک شوت از راه دور. بالاخره بچه‌ها روی یک شوت از راه دور شانسشون رو امتحان کردن و امید نظری موفق شد دروازه یمن رو باز بکنه. چندین و چند بار یمنی ها شوت زدن، اما از تک موقعیت که روی شوت از راه دور برای خودشون خلق کردن بچه‌ها روی کار گروهی، بالاخره دروازه یمن باز میشه. قاسم دهنوی، دفع اشتباه توپ، حضور به موقع نظری و توپی که زمینی و آروم به دور از دستان دروازه‌بان یمن که دیگه خیلی سعی داشتیم 5 دقیقه هم با باز کردن بند کفش و دستکش و خلاصه هر کاری به سود خودش سپری بکنه که این اتفاق رخ نمیده و حالا مجبور هستش که کار رو دنبال کنه. دهنوی در کار دفاعی هم حضور داره توی این صحنه. اجازه سانتر رو نمیده به بازیکن حریف. یمنی‌ها به تصور این که بازی بیرون از خط طولی هم میتونه ادامه پیدا بکنه همکاری رو انجام دادن. خانزاده، پولادی، یه شارژی انجام شد به روی مهاجم ما. داور خطایی رو نمیگیره. به لحظات پایانی بازی داریم نزدیک میشیم در نیمه اول. شروع جالبی نداره دروازه‌بان. در بین راه نظری زننده تک گل بازی تا اینجای کار. ما تا حالا 6 کورنر رو زدیم در حالی که یمنی‌ها هنوز کورنری رو به دست نیاوردند. دوباره نظری،
و صحنه تکراری قرار گرفتن قاسم دهنوی در منطقه آفساید. دونده و پرتلاش بوده، روی حرکت او هم بود که تیم ما به گل رسید. به نظر اینجا کمک داور اشتباه کرد. برای چندمین بار هست که یمنی ها دستشون رو به داور نشون میدن، به این نشانه که خطای هند بازیکن ما باید اعلام بشه. اولادی از همتیمیاش میخواد که سانترای بهتری رو برای او انجام بدن. ابراهیمی یکی از دونده ترین بازیکن‌های حال حاضر فوتبال کشورمون هست. چیزی که لحاظ آماری واقعا نزد حتی بازیکن‌های ملی پوش کشورمون هم پایین هست. یکی از ویژگی‌های بارز این تیم همین میزان بالای دوندگی است که ملاحظه می‌کنید. قاسم دهنوی کارت زرد میگیره، دومین کارت زرد بازیکن کشورمون هست. قصدی نداشت اما بدون توپ، در حالی که تمرکز و تعادل کافی رو نداشت، بازیکن حریف رو زد. قبل از زدن ضربه نظری صحنه مشکوک به پنالتی هم بود به روی یعقوب کریمی. کار به سود یمنی ها دنبال میشه. باز هم بچه ها جا میمونن از منطقه راست. یه موقعیت دیگه از همون منطقه توسط بازیکن یمن. از این سمت یا کار ما ایراد داره یا یمنی ها خیلی فوق العاده دارن بازی میکنند. چندین و چند بار هستش که بازیکن یمن از منطقه چپ خودشون و راست ما موقعیت‌های متعددی رو خلق کردند. بازی 1-0 به سود سرخپوشای ایران داره دنبال میشه. باز هم منطقه‌ای که نگرانش هستیم و اگر کادر فنی ما کاری نکنه و فکری نکنه به حالش، شانس بیاریم تو این صحنه به اسماعیل بیگی داور کارت زرد نشون نده. اولادی هم میاد. بدون شک با این تذکر آقای نمازی باید فکری بکنه به حال او. یه کارت زرد داره، نه اینکه بگیم واقعا ضعیف بازی کرده. بازیکن شماره 10 سلوی الحقری بازی خوبی رو به نمایش گذاشته. یه سال خطرناک در محوطه جریمه. دروازه ما باز میشه. دروازه ما باز میشه. این مشکل لاینحل مونده در ساختار دفاعی فوتبال. روی یک ارسال خیلی راحت در حالی که بچه‌ها میتونستن این ثانیه های اندک باقی مونده رو هم کنترل بکنن، ملاحظه میکنید چقدر راحت دروازه باز شد. به سختی گل میزنیم و به راحتی گل میخوریم. بعد موقعی هم گل خوردیم. بازی در نیمه اول رو به اتمام هست. علاوه روحی قاعدتا این گل به یمنی ها کمک و تیم ما رو خراب خواهد کرد. شاید دوباره بچه‌ها به گل برسن. این ضربه از راه دور، تو با اختلاف کمی از کنار دروازه یمن به بیرون میره. به نظر مثل داور سوت پایان بازی رو هم به صدا در آورده. بله، بعد موقعی ما گل خوردیم و بازی به تساوی کشیده شد. گلی که امید نظری زد رو یمنی ها در ثانیه‌های پایانی پاسخ دادن. امیدوار هستیم که نیمه دوم بازیکن‌های ما بازی بهتری رو به نمایش بگذارن. همکاران در پخش شبکه 3 با شما همراه هستند تا به نیمه در خدمتتون باشن و شروع بازی در نیمه دوم.
کسی نیستن آدم. درود دوباره به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه 3. از این لحظه با سوت علی سباق داور لبنانی نیمه دوم رو تقدیمتون میکنیم، با این امید که با توجه به نتیجه که در بازی عربستان و بحرین فعلا رقم خورد و بازی 0-0 هست، ما بتونیم دوباره دیگه دروازه یمن رو باز بکنیم. هرچند که ملاحظه میکنید یک بارم دروازه‌مون باز شده و فعلا نتیجه 1-1 داره مساوی دنبال میشه. فکر می‌کنم 2 تعویض، چون قبل از اینکه شماره 14 ما پیام صادقیان وارد زمین بشه و احمد حسن‌زاده زمین بازی رو ترک بکنه، در سمت راست هم گویا کادر فنی ما تغییری رو به وجود آورده باشه. حالا کار رو ادامه خواهیم داد با تغییراتی که در تیم ایران انجام شده و امیدوار هستم این تغییرات به سود تیم ملی فوتبال کشورمون رقم بخوره. یعقوب کریمی یک ارسال عالی، یکی از اون ارسال‌های بی‌نقص در فوتبال. میلاد فخرالدینی وارد زمین شد. دهنوی میتونست با یک گل به زمین و به مرکز زمین برگرده، دست خالی کار رو تموم نکنه. قاضی چهار مدافع روی خط از بازیکن‌های بحرین به راحتی توپو میگیرند. پاسای کوتاه نزد بازیکن‌های یمن، تا اینجای کار که موفق بودند، تا محوطه جریمه هم این کار رو انجام میدند. ابراهیمی توپو میگیره، فضای خالی در سمت راست وجود داره. حالا ببینید از اون فضا میتونن استفاده بکنن یا نه. میلاد فخرالدینی میتونه در سمت راست با حرکت‌های پا به توپ و بازی تهاجمی به تغییر نتیجه کمک بکنه. دوباره یکی از بازیکن‌های یمن هستش که احساس ناراحتی میکنه. که از بهترین موقعیت‌های به وجود اومده در این مسابقه که قاسم دهنوی خیلی تلاش کرد روی سانتر خوب یعقوب کریمی، که از بهترین بازیکن ما میتونه باشه چندین و چند سال روی این ارسال‌ها. چرا مشکل شده، ایمان آزار داده مدافعین کشورمون رو. دوباره یک ارسال خوب، یک موقعیت دیگه برای تیم ما، فرصتی ایدئال این بار برای یعقوب کریمی که او هم خودشو پرتاب کرد، اما یه چند سانتیمتری کم آورد و تو به دروازه‌بان یمن رسید. قاضی خطرناک کار میکنن یمنی ها. کورنر برای اونها. اکرم، آقای سنت فیت که در زمان حضورش به عنوان بازیکن مطرحی نبود و در خط میانی خیلی کارنامه درخشانی نداشت، در کار مربیگری هم چندان توفیقی نداشته. در تیم‌های نامیبیا، زیمبابوه، شباب اردن مقطعی رو به عنوان یکی از مربیای تیم ملی نیجریه و تیمی در باشگاه تانزانیا کارنامه او هست در کار مربیگری بدون هیچ عنوان قابل ذکر. این هم صحنه‌ای که بچه‌ها میتونستن به گل دوم برسند. یه حرکت از منطقه راست، دوباره موقعیت ارسال هست. اینجا بازیکن‌های پرتعداد یمن هستن که تن به کورنر میدند. بچه‌ها خیلی پرتعداد در محوطه جریمه یمن نیستند. همین امر باعث میشه که یمنی‌ها خیلی راحت توپو به میانه زمین بیارند.
5 دقیقه از زمان بازی در نیمه دوم را هم داریم سپری میکنیم. به دقیقه 50 رسیدیم. ایران 1 یمن 1 عربستان 0 بحرین 0. این یعنی حذف ما از بازی‌های غرب آسیا. کریمی دهنوی نظری رو ببینید به چه شکلی مهار کردن. بازیکنی که دقیقه 40 گل زد، اما دروازه ما 5 دقیقه بعد باز شد. باز هم فرصت روی ارسال. روی ارسالا بچه‌ها تا اینجای کار خطرناک ظاهر شدن روی دروازه یمن. پولادی، اولادی، یمن خوب داره دفاع میکنه. دهنوی حالا متمایل به سمت چپ داره بازی میکنه. کریمی، سانتر هوشیارانه او و ضربه کم دقت از بازیکنای سمت راست. میلاد فخرالدینی که میتونست با اعتماد به نفس بیشتری با توجه به اینکه یارگیر هم نداشت توپو به قعر دروازه یمن بفرسته. با حضور رو در سمت راست تیم ما داره بهتر بازی میکنه از اون منطقه. حالا کارلوس کیروش به نظر اومده و روی نیمکت قرار گرفته. حداقل سهمی داشته باشه در صورت ناکامی. شاید اگر روی نیمکت نمی نشست شاید بهانه‌ای داشت برای عدم نتیجه گیری. دوباره فخرالدینی حرکت اوورلپ رو دهنوی انجام میده. یک ارسال عالی و توی دروازه بالاخره یک ارسال عالی از سمت راست. اینجا یعقوب کریمی است که گل برتری ایران رو مقابل یمن به ثمر میرسونه. دقیقه 53 دوباره ما جلو میافتیم و امیدوار. حرکت قشنگ از دهنوی، جاگیری عالی از یعقوب کریمی، مثلث زیبایی که شکل گرفت و در پایان کار یعقوب کریمی دروازه حریف رو باز میکنه. پیام صادقیان بود که اونجا با یک پاس بی‌نقص بدون کاری اضافی وقتی دید قاسم دهنوی فضای خوبی داره توپو به او سپرد و نتیجهش رو هم حالا ما میبینیم. حالا همچنان حتی اگر بازی عربستان و بحرین مساوی دنبال بشه این نتیجه هم ضامن صعود ما نیست. ما یه گل دیگه باید به ثمر برسونیم. تفاضل گل بحرین -1، عربستان هم -1. ما 0. تا قبل از این گل فعلا همه تیم ها -1 هستن، 3 تیم اول، و یه گل دیگه ما رو میتونه امیدوار بکنه. نظری این بار توپ به کریمی نمیرسه. تا اینجای کار خصوصا در نیمه دوم که از بهترین بازیکن‌های ما بوده. 2 تا سانتر خیلی خوب داشته، یه گل هم زده. این صحنه رو بچه‌ها چند بار تکرار کردن که برای بار آخر در این لحظه به گل رسیدند. ملاحظه میکنید دیگه زمین برگزاری بازی هم به چه شکلی است که یعقوب کریمی شانس آورد دچار مشکل دیدن نشد. حالا بچه‌ها با خیالی آسوده تر بازی خواهند کرد. با علم به اینکه از نتیجه بازی عربستان و یمن مطلع هستند
سانتر بلند. شاید نقصی که این تیم داره در خط حمله عدم وجود یک بازیکن سرزن هست. پاسای کوتاه کمک بیشتری به تیم ما کرده در مرحله تهاجمی. یعقوب کریمی، حرکت خوب او. یعقوب کریمی با یه تکل مانع از حرکت پا به توپش میشن. پولادی، منتظری، خانزاده، ابراهیمی. بردن توپ به کناره ها خیلی به تیم ما کمک نخواهد کرد. شاید سانتر از محوطه جریمه بیشتر به درد سر بندازه بازیکن یمن رو. خب بدون شک این دروازه‌بان یه جوری میخواد کمک بکنه به یکی از دو تیم عربستان یا بحرین که حداقل شانس صعود به اونها برسه. من تو بازیایی که خیلی پر افت و خیز دنبال نمیشه این بازیکن اینطور دچار مشکل میشن. اگر یه بازی در یک سطح کاملا حرفه‌ای انجام بشه اونها چه شرایطی خواهند داشت. صحنه ها که با هم مرور میکنیم، خصوصا روی دروازه یمن برخورد خاصی با دروازه‌بان یمن انجام نشد. این یکی از بهترین موقعیت ها بود که میلاد فخرالدینی بازیکن جوان و 22 ساله حال حاضر تراکتورسازی از دست داد. ببینیم بالاخره توان ادامه بازی رو داره این دروازه‌بان. دوباره سرخپوشای کشورمون همچنان نتیجه بحرین و عربستان 0-0 هست. بچه‌ها یه گل دیگه بزنن کار خیلی راحت‌تر دنبال خواهد شد. چیزی که در توانشون هست میتونن این کار رو انجام بدن، به شرط اینکه این سفید پوشای یمن اینطور خودشون رو عاجزانه رو زمین نندازند. دیگه این حرکات حتی در فوتبال آماتور هم انجام نمیشه. از هر فرصتی استفاده میکنند تا روند بازی دچار مشکل بشه. تعویض برای یمن انجام میشه. وحید الخیاط بازیکن 27 ساله به جای محمد وارد زمین شد. منتظری بچه یه لحظه جا میمونن پشت محوطه جریمه. این سمت اولین کورنر فکر میکنم برای یمن هست. دقیقه 59 دروازه‌بان جوان فوتبال کشورمون رو میبینید، حامد لک رو، بازیکن متولد شهر ری. یه شوت از راه دور خطرناک هست و حامد لک آفرین که با یک حرکت خوب مانع از گلزنی بازیکن یمن میشه. اگر ما در این لحظات گل بخوریم اون موقع در این 30 دقیقه باقی مونده زدن 2 گل به این یمن کار راحتی نیست. پولادی کار سخته.
دهنوی. حالا با توجه به اینکه قوانینی که وضع میشه برای مسابقات اینچنینی میتونه متفاوت باشه، ما برای اینکه خیالمون راحت بشه بابت صعود یه گل دیگه بزنیم تا تفاضل گلمون مثبت 2 بشه، چون با این شرایط بحرین الان مثبت 1، عربستان مثبت 1، ما هم مثبت 1 هستیم با 5 امتیاز. هر سه تیم 5 امتیازی و شاید یه جورایی در آخرین لحظات قوانین رو تغییر بدن، چون خیلی نمیتونیم دلخوش باشیم به قوانینی که در فوتبال حرفه‌ای وضع میشه. خدمتتون عرض بکنم در گروه اول تیم‌های عمان و کویت 6 امتیازی هستند. بهترین تیم دوم این رقابت‌ها کویت هست با 6 امتیاز و تیم دوم این گروه صعود نخواهد کرد. عمان، عراق و از گروه دوم یک تیم اول، تیم دوم گروه یک هم که کویت هستش 4 تیم مرحله نیمه نهایی رو تشکیل خواهند داد. یه فرصت این سمت برای بازیکن ایران، این کار رو نمیدن یمنی ها. حرکت اولادی، حرکتش کامل نمیشه، بازیکن یمن لک. از حیث گل زده حداقل ما تو این بازی 2 گل زدیم به تیم یمن. توپ بیرون رفته. چهره پیام صادقیان رو می‌بینید، بازیکن جوان تیم ذوباهن. پژمان منتظری، فخرالدینی، توپو بچه‌ها لو میدن. یه پاس پشت مدافعین، خطرناک یمنی‌ها ظاهر میشن پشت محوطه جریمه. ساختار دفاعی ما باید سریعتر شکل بگیره. حالا این اتفاق رخ میده و اینجا محمد رضا خانزاده است که توپو میگیره. مدافعی که میتونه آینده درخشانی داشته باشه در فوتبال کشورمون. نظری، پولادی، پاسش خوب نیست، پرتاب به سود سرخپوشای کشورمون است. کریمی برای دهنوی، خودش اقدام به شوت میکنه از راه دور. چیزی نمونده بود ما به گل سوم برسیم. اگر شاید توپ در چارچوب بود دروازه‌بان یمن به مشکل میخورد. با هم ببینیم. دروازه‌بانی که نشون داده روی شوت‌های از راه دور به راحتی دروازش باز میشه و شاید همین مسئله رو مدافعین یمنی فهمیدن که اجازه شوت زنی رو نمیدن به بچهای ما از راه دور. یک بار امید نظری موقعیت رو خلق کرد و همون یک بار هم روی شوت از راه دور و در ادامه یعقوب کریمی در محوطه 6 قدم موفق شدن که دروازه حریف رو باز بکنند. یک ارسال خوب دیگه، یه ضربه سر و باز هم موقعیت برای ایران و یعقوب کریمی. افسوس میخوره که در 65مین دقیقه نتونست برای بار دوم توسط خودش و بار سوم دروازه حریف رو باز بکنه. حالا ببینید تو این صحنه بازم دروازه‌بان یمن
خودشو زمین زده. حتی اگر محوطه جریمه رو نبینیم میشه حد زد که یکی از بازیکنان یمن حداقل خودش رو به مصدومیت زده. توپو به زاویه مخالف فرستاده بود. دروازه حریف بدون شک باز شده بود. 25 دقیقه تا انتهای بازی. ایران 2 یمن 1 عربستان 0 بحرین 0. صادقیان، دهنوی، یه سانت، یه فرصت دیگه. بچه ها نباید خیلی راحت این موقعیت ها رو از دست بدن. هر آن احتمال داره دوباره نتیجه عوض بشه. این موضوع رو هم فراموش نکنیم. اگر در بازی عربستان و یمن یک تیم پیروز بشه ما اگر 10 گل هم به یمن بزنیم بیفایده هست. کامل وارد زمین میشه. تغییراتی که آقای سنفیت به وجود میاره تیمش رو در مرحله تهاجمی بیشتر میخواد قرار بده. بدون خطا اونجا نظری توپو میگیره. حالا اعلام خطا میشه. اکرم پاش توپ. یمنی ها روی ارسال از کناره ها خطرناک نشون دادن. یک بار هم موفق شدن روی ارسال دروازه ما رو باز بکنند. این بار مدافعین میانی ما ورافی زمین بازی رو ترک کرد. خط کاملا واضح از بازیکن یمن. ایمان بازیکنی که در ادامه با توجه به عصبی شدن او حتی میتونه کارت قرمز بگیره. کریمی این بار اشتباه میکنه. از معدود دفعاتی است که اشتباه میکنه یعقوب کریمی، اما اجازه بازیسازی رو نمیده از اون منطقه به سفید پوشای یمن. پرتاب با بازیکن یمن. فینال این دور از رقابت‌ها 5 روز بعد برگزار میشه. فینال رده‌بندی. امید این رو داریم که ان شاءالله حداقل فعلا نتیجه و نتایج مرحله گروهی در گروه دوم به سود ما رقم بخوره که تا اینجای کار همین بوده. این بار روی ارسال بازیکن یمن توپو به دروازه‌بانشون میسپارند. ابراهیمی، دهنوی، نظری، فخرالدینی، صادقیان. یه پاس خوب، موقعیت برای تیم ما و اینکه خیالمون حداقل از این بازی راحت باشه. حرکت اضافه از مهرداد اولادی، میتونست اونجا هم شوت بزنه هم بازیکن‌های دیگر رو در موقعیت گلزنی قرار بده و ما اینطور به دردسر نیافتیم روی ضد حمله که بچه‌ها هم جا میمونن. بازیکنی که تقریبا سنگین هم از حرکت میکنه. خطرناک از این فرصت، در حالی که ما میتونستیم گل سوم رو بزنیم. نزدیک بود بازی مساوی بشه. دقیقه 70 یه دخالت مؤثر داشت اونجا حامد لک. تعویض
برای یمن انجام میشه. عبیدی محمد العبیدی وارد زمین میشه. کلا تیم یمن درسته تیم اصلیش هست، اما میانگین سنی یمن هم بازیکن بین 23 تا 28 سال هستن، کمتر دیده میشه بازیکن 30 ساله در فهرست کلی بازیکن یمن. در فهرست کلی بازیکن تیم کشورمون هم پژمان منتظری است که در آستانه 30 سالگی است، قاسم دهنوی، مهرداد اولادی که 27 ساله هست، احمد حسن‌زاده و سایر بازیکن‌ها میانگین سنیشون خوب هست. دقیقه 71 هم تمام میشه و شانس میاریم تو این دقیقه از مسابقه که توپو یمنی‌ها به بیرون میزنند. چقدر راحت اجازه سانتر داده شد و چقدر هم راحت اون یه بازیکن بین دو مدافع ما اینطور راحت ضربه میزنه. با هم صحبت میکنن که دیگه وقتی دروازه باز بشه صحبت کردن هیچ فایده ای نداره. ناهماهنگی محض و انصافا خوششانسی ما تو این صحنه. خانزاده ابراهیمی پولادی خودش هم میمونه چی کار بکنه. یک پرتاب دچار مصدومیت میشه. طارق تحریک تعادلی نداشت مهرداد پولادی. مشکل به وجود اومد برای بازیکن حریف. حالا کارلوس کیروش از معدود دفعاتی که توی این تورنمنت روی نیمکت قرار میگیره فعلا تیمش پیروز هست. 2-1. پولادی خب خبر خوشحال کننده ای که همچنان بازی بحرین و عربستان 0-0 هست. منتظری با عمق دادن به دفاع توپو میگیره. این پاسای کوتاه خیلی میتونه به تیم ما کمک بکنه. رو بردن به پاسای بلند فایده‌ای نداره. دهنوی خود دهنوی، حالا صادقیان کوتاه، یعقوب کریمی، دوباره یعقوب کریمی توپ برگشتی در اختیار دیگر بازیکن ما قرار میگیره. دیگر سال حالا خوب اون سمت زمین فخرالدینی پشت مدافعین، آفساید نیست و چقدر راحت بچه‌ها این توپو به بیرون میزنن. یه حرکت تیمی فوق‌العاده. کار از خط دفاع آغاز شد. اشتباه یمنی ها رو ببینیم و این پیام صادقیان ضربه‌اش رو قشنگ زد، اما اگر توپ تو چارچوب قرار میگرفت یه گل زیبا رو بچه‌ها به ثمر رسونده بود. روند بازی به گونه‌ای داره پیش میره که ما باید منتظر گل سوم باشیم و امیدوار به تساوی در مسابقه عربستان و بحرین. این اگر اما کی دست از سر این فوتبال بر می‌داره وقتی که ناخودآگاه ذهن من و شما هم به نتیجه بازی عربستان و بحرین هست، بازیکن همچین شرایطی دارن اون تمرکز کافی رو نمیتونن داشته باشند.
خانزاده باید زودتر توپ رو دور بکنه و تصمیم بگیره که با این توپ چه کاری رو انجام بده. خطا رو میگیره داور. تو نظری بود که اینجا خودش رو به درد سر انداخت. دهنوی کار سخت میشه برای فخرالدینی. پیام صادقیان در یک موقعیت گلزنی فرصت خوبی رو از دست داد. چهارده دقیقه تا انتهای بازی زمان باقی مونده، هم در این مسابقه هم در بازی همزمان عربستان و بحرین. پولادی برای دهنوی، تو از مدافعین سمت چپ یمن میگذره، دوباره دهنوی حرکت رو بره لب رو انجام میده. پولادی از پای راستش خیلی خوب نمیتونه استفاده بکنه، مجبور است توپ روی پای چپش بیاره. یه بار دیگه بازیکن ما حالا 2 در برابر 1 و خطا خیلی مشهود بود. داور خیلی راحت از این صحنه گذشت و به راحتی خطا رو به سود یمن اعلام میکنه. توپو میرسونن به لک. یمنی ها خب متاسفانه بحرین یه گل به عربستان میزنه. حالا اگر عربستان هم این گل به بحرین زده بود متاسفانه برای فوتبال ما بود که کلا با برد یکی از این دو تیم ما از صعود باز میمونیم. پرتاب با سفید پوشای یمن. سایر نتایج است که حالا برای ما تعیین کننده است، نه خودمون. سانتر کوتاه از یعقوب کریمی، خطا از مهداد اولادی. سری بازی رو آغاز می‌کنند. شاید یمنی هم از نتیجه به دست اومده در بازی همزمان مطلع هستند که بازی تأخیری رو دارن انجام میدند. یعقوب کریمی شاید اگه خودش زمین زده بود خطا رو اعلام میکرد داور. دقیقه 80 بازی. ایران 2 یمن 1. در دیگر بازی در این گروه بحرین 1 عربستان 0 و این یعنی حذف ما از بازی‌های غرب آسیا. کلاً 11 تیم در این دوره از رقابت حضور داشتند. 2 گروه 4 تیمی، 1 گروه 3 تیمی. از گروه اول عمان به عنوان تیم اول، کویت به عنوان بهترین تیم دوم با 6 امتیاز صعودشون مسجل است. از گروه سوم عراق و از این گروه هم فقط 1 تیم باید صعود بکنه که تا اینجای کار بحرینی ها صعود کرده هستند.
اتفاق خاصی رخ نمیده روی دروازه ما. فقط یک کورنر برای یمن. کاپیتان اکرم، دو بازیکن با تجربه ما، مهرداد اولادی و پژمان منتظری کمک میکنن به سایر بازیکن‌ها. حامد لک دو مرحله توپو میگیره. اجازه بازسازی رو نمیدن یمنی ها. منتظری، تعداد کورنرها 9 در برابر 1. تیم ما نیمه دوم بهتر بازی کرد. یعقوب کریمی میره پشت توپ. یمنی ها دارن حاشیه درست میکنند. باید امیدوار باشیم که حالا عربستان گل مساوی رو به بحرین بزنه. کریمی یکسان به سمت چارچوب. دروازه‌بان یمن بلافاصله بعد از گرفتن توپو به زمین ایران میفرسته و بچه‌های ما هم که مستقیم توپو به بیرون میزنند. پولادی گل‌های ما رو در این مسابقه امید نظری و یعقوب کریمی به ثمر رسوندند. 2-1 تیم ما در حالی جلو هست که با نتیجه 1-0 که در بازی بحرین و عربستان فعلا حاکم هست. اگر ما حتی چند گل دیگر هم بزنیم هیچ کمکی به صعود ما نخواهد شد. ابراهیمی، خطای یمنی ها. پولادی، کریمی، دهنوی، کریمی، صادقیان حالا تکنیک خودش رو به رخ بازیکن‌های حریف میکشه. دهنوی در محوطه جریمه برای چندمین بار که میلاد فخرالدینی خوب حرکت میکنه اما ضربه پایانی رو خوب نمیزنه. 6 دقیقه تا انتهای بازی بدون زمانهای تلف شده. فخرالدینی، لک، کریمی یکی از پرتلاشترین بازیکن‌ها خصوصا در نیمه دوم. حرکت اوبلب ناموفق با پولادی. یعقوب کریمی توپو میگیره. دهنوی، نظری،
ابراهیمی، صادقیان، یعقوب کریمی، سر توپ رو پاش جفت و جور نشد و الا یک بازیکن شوت زن هست. پولادی دوباره توپ به خودش میرسه. کریمی، چپ پای خوبی داریم در فوتبال کشورمون. ابراهیمی بازیکن شوت زن، این بار دقت لازم رو نداره. قاضی، بدون خطا یعقوب کریمی توپو میگیره. اعلام آفساید یا خطای بازیکن یمن گرفته میشه. چقدر لحظه شیرینی میتونه باشه در این لحظات که ما گل سوم رو بزنیم و در بازی دیگر عربستان گل مساوی رو به بحرین بزنه. بخش فوتبال است و شاید یه جورایی شانس هم به سراغ ما بیاد در این لحظات. دهنوی با این اشاره به هم تیمی ها میگه در کدام منطقه حرکت بکنن. یک ارسال خوب، توپ برمیگردونه دروازه‌بان یمن در سمت چپ. پرتاب به سود سرخپوشای کشورمون هست. نظری، ابراهیمی، منتظری هم جلو اومده. صادقیان، خطا باز هم از بازیکن یمن. چند بازیکن شوتزن نداریم در این مسابقات. پولادی که دچار مشکل شده، اما مشکل بیشتر برای بازیکن یمن به وجود اومده. چقدر مبتدیانه میاد روی توپ و واقعا به خودزنی کامل رو انجام میده مدافع یمن. حداقل لحاظ ظاهر خیلی میخواد نشون بده که یک مربی تراز اول هست، اما لحاظ شهرت و آوازه اصلا قابل قیاس با این مربی حالا ناموفق نیست. بازیکن مصدوم یمن رو به بیرون از زمین منتقل می کند. در خیلی از بازی ها که کارلوس کیروش حضور داشته در دقایق پایانی بوده که جورایی نتیجه به سود تیمش رقم خورده. مارکار آقاجانیان، بازیکن سابق پاس بهمن و حال حاضر تیم ملی که نقشه یکی از کمک های کارلوس کیروش رو ایفا میکنه. کلا وضعیت دستیارا و مربیای فوتبال تیم ملیمون هم در نوع خودش میتونه جالب و بحث برانگیز باشه. داور لبنانی از خط دفاعی یمن میخواد که در منطقه عقب‌تر قرار بگیرن. خود دهنوی هم میتونه در دقیقه 90 دروازه حریف رو باز بکنه. ضربه رو میزنه به سمت دروازه، تو با اختلاف کمی از کنار دروازه یمن به بیرون میره. بحرین 1-0 کماکان از عربستان جلو هست. با این نتیجه بحرین 7 امتیازی میشه، ما 5 امتیاز و عربستان 4 امتیازی باقی میمونه و دوم شدن هم در این گروه هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. خطای ابراهیمی گرفته میشه، داور به کارت زرد نشون میده.
وارد زمانهای تلف شده بازی شدیم. حداقل 2-3 دقیقه زمان تلف شده این نیمه داشته. چهار دقیقه. امیدوار هستیم که در بازی بحرین و عربستان هم حداقل 4 دقیقه زمان تلف شده اعلام شده باشه و این امید داشته باشیم که عربستان گل مساوی رو به بحرین بزنه. ایمان توپ سرگردان رو این سمت یمنی ها میگیرند. پرتاب با سفید پوشای یمن. و اگر بخوایم دلخوش بشیم به اسامی و معرفی بازیکن‌ها از سوی مسئول برگزار کننده بازی‌ها، قاسم دهنوی رو مثلا باید یه چهره جدید معرفی بکنیم. فرصتی شد از پشت محوطه جریمه. اقدام به پاس فایده ای نداره. توپ برگشتی از سوی بازیکن یمن به سرخپوشای کشورمون میرسه. ضربه سر شیرجه‌ای از مدافعین میانی یمن. ضد حمله سریع خطرناک است این موقعیت. حداقل ما اگر قرار حذف بشیم با یک برد حذف بشیم از بازی‌های غرب آسیا. و توپی که با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون میره. نیمی از زمانی تلف شده رو پشت سر گذاشتیم. یعقوب کریمی گل پیروزی بخش بیفایده ای رو به ثمر رسوند. البته تا این لحظه ابراهیمی، کریمی، اکرم، پژمان منتظری، در ادامه نظری، دهنوی اشتباه میکنه. به ثانیه‌های پایانی بازی رسیدیم. پژمان منتظری، اعتراض میکنه پژمان منتظری به کمک داوری که توپو در اختیار بازیکن یمن قرار داده. اکرم از روی نقطه کرنر دروازه‌بان یمن هم حالا جلو کشیده و این جسارت رو به خودش میده که شانس گلزنی داشته باشه روی دروازه ما. لک یک شروع خیلی خوب. یمنی ها کاملا جلو کشیدن. یه گل عجیب رو میتونیم ببینیم اما این اتفاق رخ نمیده در حالی که 4 دقیقه زمان تلف شدن به پایان رسیده و باید منتظر سوت پایان این دیدار باشیم و با نتیجه به دست اومده در بازی بحرین و عربستان متاسفانه ما از مرحله مقدماتی در مسابقات فوتبال غرب آسیا هم صعود نمی کنیم و این زنگ خطری میتونه باشه برای فوتبالی که لیاقت و شایستگیش خیلی بیشتر از این حرفاست. تا اینطور با دست کم گرفتن تیم ها زمینه حذف خودمون رو فراهم نکنیم و حذف شده به این بازی ها
ودای تلخ نداشته باشیم. بله ما بردیم، اما این برد هیچ کمکی به ما نکرد و متاسفانه با برد بحرین مقابل عربستان و اینکه باز هم نتیجه رو به سایر تیم‌ها واگذار کردیم تا برای ما تعیین تکلیف بکنن، این تیم بحرین بود که به عنوان تیم اول به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم‌های عمان، کویت، بحرین و عراق 4 تیم مرحله نیمه نهایی هستند که 3 روز بعد مرحله نیمه نهایی رو برگزار می‌کنند و 2 روز بعد از بازی‌های نیمه نهایی بازی‌های فینال برگزار میشه که ما حضور متاسفانه نداریم. با این امید که روزهای بهتری رو فوتبال ما پیش رو داشته باشه و انشالله در بازی سختی که داریم با امید و روحیه بازی‌های مقدماتی جام جهانی رو به پایان برسونیم، به جام جهانی راه پیدا بکنیم. به اتفاق همه همکارانم در پخش شبکه 3 و برنامه فوتبال برتر برای همه شما آرزوی لحظات بسیار خوب و خوش رو دارم. موفق باشید. خداحافظ.